آخیش اینو بذار در کنار اون روزی که استوری کردی که یه موقع‌هایی هم بازار با ما نمیسازه. آره ولی یه موقع‌هایی هم ما باهاش آهای هم نمیسازیم. اینجوری میشه دیگه. من همینجا وارد پوزیشن لاین میشم روی طلا و رهاش میکنم. خبر داریم، خبر سی پی آی داریم و ساعت 4 خبر مهمیه. فکر میکنم سریع ترین تکلیف بشه این پوزیشن. روی یورو هم یه همچین پوزیشنی میکنم. اینجا برای من سطح بسیار جذابیه. پوزیشن یورو باز یورو تارگت 3 داریم میرسیم به تارگت 5. اوف. بله تارگت میدونی چنده؟ جمع کنه اینجا رو چه گلی میزنه یه حالشو ببرید دیگه. هرچند ریوارد هرچند آخیش چه حالی دار. ریوارد 10 تون ریسکگیری کنید. آها، ما سقفی که بهتون گفته بودم وایسادیم براش. بچه‌ها حالشو ببرید. دمت گرم باشد. شاکرم. ریواردا رو نگاه کن اینجا با فیبوناچی کم اومد 2 تا فیبو گذاشتیم. اینو بذار در کنار اون روزی که استوری کردی که یه موقع‌هایی هم بازار با ما نمیسازه. آره ولی یه موقع‌هایی هم ما باهاش آهای هم نمیسازیم. اینجوری میشه دیگه. سوداتون رو بفرستید بگیرید بفرستید ببینم ببینیم بسته میشه یا نه. پوزیشن ما رو بس. ریوارد 12 نوش جونتون.